با سلام. من مشکلی که با لینکدین داشتم این بود که ریستریکت شده بودم، محدود شده بودم و نمیتونستم لینکدین رو کلا باز کنم و از یه طرفی هم به دید کاربر دیگه اصلا اکانتم نمایش داده نمیشد و هیچ گونه فعالیتی نمیتونستم داشته باشم و بعد از یه مدتی هم از اکانتم کلا خارج شد و نشون داد که ریستریکتم و از یه طرفی هم نمیتونستم وریفای بکنم و مشکل اینو داشتم که آیدی کارتم بفرستم که خب مشخصه به دلیل تحریمی که داخلش هستیم که مشکلم تونستم با پیج لینکدین آر ساپورت برطرف بکنم و بعد از 2-3 روز از اون فرآیندش که گذشت مشکل من کاملا برطرف شد. تونستم خیلی راحت لاگین بکنم، الانم خیلی راحت میتونم استفاده ازش بکنم، کانکشن بزنم و دارم که به صورت خیلی آروم کانکشن میزنم که این موقع دوباره احتمال ریستریکت شدن و بند شدن نداشته باشه و اکانت هم الان نمایش شده میشه به بقیه و خیلی راحت و بدون درد دارم استفاده میکنم که مشکلم کاملا برطرف شده. با تشکر.